مارادونا آنقدر بزرگ بود که نیازی به معرفی ندارد. هر کس او را نمی‌شناسد اهل زمین نیست. او در سالی درگذشت که 20 دبل کرده بود، نمره‌ای که تنها متعلق به خدا بود. خدایی از دل ویرانه‌های بوئنوس آیرس، خدایی در زمین‌های گلی، خدایی در حال روپایی زدن با قوطی نوشابه، خدایی در زیر ضربات لگد و تکل‌های مدافعان خشن تاریخ، خدایی که اهل تسلیم نبود، خدایی که مصالحه نکرد، خدایی که تا آخرین نفس جنگید، خدایی که دیوانش خواندند، خدایی که هر آنچه برای کوچک کردنش توانستند کردند، ولی او خدا بود و خدا بزرگ است. مارادونا مبارزی با سلاح توپ، با اسلحه دریبل و جادو، با معجزه گل قرن، جنگجویی با دست خدا، رهبری در میانه میدان و محبوبی در قلب عاشقان. سالها بندگان فوتبال را با خدای فوتبال مقایسه کردند و چه مقایسه زشت و غلطی. آنها کور بودند تا حقیقت را ببینند. آنها درکی از چرایی عظمت مارادونا نداشتند. او فقط یک فوتبالیست بزرگ با گل‌ها و دریبل‌ها در مستطیل سبز نبود. او آمار و ارقام نیست. گل او تنها یک شوت زیبا و دریبل ماهرانه نبود. گل او مرهم درد یک ملت بود، انتقام خون بود، لذت آزادی بود، بزرگی و سروری بود. دریبل‌هایش فقط درس زیبایی فوتبال نبود، معنای فوتبال بود، هنرمندی مینیاتورهای فرشچیان‌ها بود. تلاشش ذره ذره‌های عشق برای زندگی و جاودانگی بود. او مارادونا بود، خدای فوتبال.